هر وقت خواستید ببینید تو این خراب شده هوس یا عشق، یه فرمول بهتون میدم. بچه ها ما دو نوع آنتن داریم، دو نوع آنتن. ما اساساً دو نوع آنتن داریم. یه آنتن آنالوگ یا همین آنتنای شاخه‌ای که بالای پشت بوم نصب. این آنتنایی که بالای پشت بوم است میگن آنالوگ، آنتن‌های آنالوگ. خاصیت آنتن آنالوگ اینه که همه کانالا رو میگیره، ضعیف و قوی میگیره. یک رو مثل آینه میگیره، دو رو کمی ضعیفتر، سه رو خیلی ضعیف، چهار رو خوب میگیره، پنج رو مثل آینه، شش رو نسبتاً ضعیف. هر وقت مراجعه کردید به قلبتون دیدید که این آنتنی که این داخل آنالوگه، از سهیلا خیلی خوشت میاد، از نوشین هم بدت نمیاد، گاهی اوقات یه زنگی هم به شهین میزنی، صبح جمعه هم یه قدمی با مثلا شهلا بزنی. هر وقت دیدی تو این خراب شده یه آنتن آنالوگه، بدون که این چیه؟ هوسه، یه هوس. در برابر این آنتن آنالوگ یه آنتنی وجود داره به نام آنتن دیجیتال که آنتن ماهواره است. این آنتن خاصیتش 0-1، روبروی ستلایت، روبروی ماهواره است، روبرو، فیس تو فیسه، مثل آینه میگیره. به محض اینکه این آنتن رو یه ذره کجش کنی، هیچ جا رو هر وقت خاصیت دل شما شد 0-1، یا او یا هیچ کس، بدونید این عشقه و ارزش دنبال کردن داره. ارزش اینی که تو دنبالش بری داره.